بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بچه‌های عزیزم سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. میخوام امروز براتون یه قصه از مجموعه شعرهای کودکانه براتون بگم، از جمله کتاب‌های که شعرهای کودکانه رو داره و نویسنده این کتاب آقای علی اعتماد نیا هست. اسم کتابم هست آقا جان علی و مرغ پرطلا. خب، یکی بود یکی نبود، به غیر از خدا هیچ کس نبود. توی ده کلاته آقا جان علی مزرعه داشت. به کار خودش، به کار کاشت خیلی علاقه داشت. توی مزرعه مرغ و خروس، جوجه و قاز، ببعی ناز نگه می داشت. یه مرغی داشت خیلی قشنگ، رنگ و وارنگ، چشم سیاه و پر طلا. مرغ نگو ناز پری، کاکل زری. خروسه می گفت قوقلی قوقو، بازی میای فوری بگو. می گفت قازه خانوم نازه خوش آوازه، آ پر طلا آ چشم سیاه کاکل حنا. کجا میری بیا بیا. الاغه می گفت ار و ار و ار، چقدر قشنگ این پر. همه ازش تعریف میکردن. یه مرغ پرطلایی بود که هم خود آقا جان علی که کشاورز اونجا بود خیلی دوستش داشت، هم همه حیوونا دوستش داشتن. خب بریم ادامه قصه. حیوانای توی مزرعه قاز و کلاغ، خروس و بز، مرغ و الاغ با ناز و خوش زبونی، با لطف و مهربونی دور و برش میگشتند، نازشو میخریدند. تو دلشون میگفتند کاش که ما هم پر طلایی داشتیم، چشم سیاهی داشتیم. مرغ به اون قشنگی، با اون خوشاب و رنگی. غرور اومد سراغش، باد افتاد توی دماغش. ناز نمود اشوه نمود، وای که چه بود. همش فیس و افاده، خودخواهی زیاده. گفت قدقدا من و شما چه حرفا. چون حیوونا بهش میگفتن بیا با ما بازی کن، بیا با هم دوست باشیم، بیا کنار هم باشیم، که این میگفت من و شما چه حرفا، یعنی میگفت من از شما خیلی قشنگترم، نمیشه که من بیام پیش شما. خودشو میگرفت براش. پرم طلاست، چشم سیاست، تاج سرم قشنگه، پرم طلایی رنگه. به بزه میگفت ببین پاهات چه زشته. به خره میگفت گوشات چقدر درشته. به جوجه میگفت چه ریزه. مرغ سیاه و رنگشو، واه، مثلا بالاخره یه مرغ سیاه هم توی مزرعه بوده دیگه. صبح یه روز اول وقت اومد پایین از درخت، بی خبر از زمونه میرفت سراغ دونه. اما یه روباه زبل با چنگ و دندونای تیز، چشمای ریز، زیر درخت
روی 2 پا نشسته بود. پرتلا از توی لونه قدم زنون ناز کنون اومد بیرون. نزدیک روباه که رسید دندونای تیزشو دید. حیوونی خشکش زده بود. با چشم گرد داد کشید قد قد قدا، هوار هوار، اما نداشت راه فرار. روباه جست و گرفتش. آقا جان علی چماق به دست، توی تنش لباس خواب، یه پاش گیوه یه پاش جوراب، با عجله دوید بیرون. چون صدای مرغ رو شنید فهمید که یه اتفاقی افتاده دیگه. دوید بیرون، روباهو دید، داد کشید، هوار کشید، چوبشو انداخت طرفش، زد به دمش یا به سرش یا کمرش. روباهه از درد کمر و گیجی سر مرغو گذاشت و در رفت. گرسنه موند بدبخت. ولی دیگه گذشته بود کار از کار. ریخته بود بال و پرش. همون مرغ پرتلا بال و پرش ریخت، چون روباه اول با دندون گرفتش، بعد که ولش کرد مقدار خیلی زیاد از بال و پرش ریخت دیگه، ریخت رو زمین. میزد 2 دستی رو سرش، از شدت قصه و درد گریه میکرد، زاری میکرد. روی سر خودش میزد، میگفت منو ببخشید که فکرم اشتباه بود، خطا بود، اما کسی دوستش نداشت، چون که حالا با اون کاراش، با رفتاراش رنجونده بود حیوونا رو. یه گوشه با حالت کز بدون پر، زار و پکر رفت تو فکر اون روزا. تاج قشنگ، پر طلا، بغض به گلو با چشم تر، با حال زار لبش یه ور. گفت قدقدا غلط بود، خطا بود، کار من اشتباه بود. اگر که مغرور نبودم حالا من اینجور نبودم. اگر که خودخواه نبودم بی کس و تنها نبودم. یعنی پشیمون شده بود. یعنی هرچی صدا میزد کسی نمی اومد به طرفش و هر کاری میکرد که حیوونا از دستش رنجیده شده بودن، دوستش نداشتن، نمی اومدن دیگه دور و برش. اما دیگه گذشته بود. پر طلاش ریخته بود. دوست نداشت، رفیق نداشت، یار خوب و شفیق نداشت. اما اگر که پرتلا به خاطر پر طلاش کبر و تکبری نداشت، تاقچه بالا نمی گذاشت، الان دیگه همه دوستش می داشتن، تنهاش نمی گذاشتن. اون چیزی که موندنیه خوبی و محبت، دوستی و صداقته. خب قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. همونطور که دیدین این مرغ پرطلا به خاطر اینکه مغرور شده بود و میگفت من خیلی از همه قشنگترم، خب همه دوستش داشتن، همه هم ازش تعریف میکردن، بعد یهو غرور گرفتش و
گفتش من خیلی از همتون بالاترم، باهاشون حرف نمیزد، کنارشون نمیرفت، تا اینکه کلا تنها موند. بعد از اینم که روباه گرفتش و خیلی احتیاج داشت که همه بیان حالا بهش برسن و نازش کنن، دیگه کسی نمیومد سمتش. یعنی دوستاشو با غرور و خودپسندی از دست داده بود. این نتیجه کبر و غروره. اگر کسی نسبت به دیگران احساس کنه که از همه بالاتره، دوستاشو از دست میده.